چند روز پیش دوستام زنگ زدن گفتن بهنام ما رشتیم و نیم ساعت دیگه پیشتیم، میشه برامون کباب ترش درست کنی؟ منم نیم ساعته براشون کوبیده ترش گیلان رو درست کردم. یعنی گوشت چرخ کرده رو با پیاز رندیده و آب گرفته، سیر رندیده، پودر دود و نمک و فلفل و زردچوبه ورز دادم و 1 ساعت گذاشتم یخچال. بعد توی کره پهنش کردم و تا خودشو نگرفته برشش دادم. یه طرفش که پخت برش گردوندم و برای سس ترش و خوشمزه‌اش پیاز رندیده رو تفت دادم، نمک و فلفل و زردچوبه رو باهاش یه همی زدم و گردو رو توی نمکیار خورد کردم و با رب انار ریختم توش. اینم خالواشه که خوردش کردم ریختم توی سس و با آب انار یه همی زدم و نصف لیوان آب اضافه کردم تا یه قلی بخوره و ریختمش روی کبابا تا قشنگ به خوردشون بره. آخ نمیدونید این کباب کوبیده تابعی ترش چقدر خوشمزه است. حتما این پستو بفرستین واسه اونایی که دلشون هوای کبابای گیلانو کرده و فضای آتیش روشن کردن ندارن. عاشقش میشین. آفرین بهنام.